سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خب امروز اومدیم با آموزش اصولی دورگیری توی کاشت اکریلیک یا همون پودر. خب برای دورگیری اول من از سرساهان کاجی نوار سبز استفاده میکنم. میتونیم از ولکانو هم استفاده کنیم، اما من کاجی رو ترجیح میدم چون که سرساهان کاجی نازکتره و ریشه رو به خوبی صفر میکنه. هم ریشه رو میتونیم باهاش صفر کنیم و همین که سطح موادتون رو یا اگه ناهمواری یا حجم مواد زیاد بود و اینا میتونیم باهاش کم کنیم یا صافش کنیم. همینطور که توی حرکت دست من دارید میبینید با زاویه 45 درجه از راست به چپ از بالشتک‌های ناخن شروع میکنیم به دورگیری و فشار دستمون هم حتما باید صفر باشه. نیازی نیست فشار دستمون زیاد باشه، اصلا فشاری وارد کنیم چون که ممکنه یه جا سرساهان گیر کنه و حجم زیادی از موادتون رو ریمو کنه و این کارتون رو کلا خراب میکنه و زشت میشه. خب بچه ها توی این مرحله با استفاده از سرساهان کاغذی دورگیریمون رو ادامه میدیم. چرا از سرساهان کاغذی استفاده میکنیم؟ چون که میخوایم که اگه سرساهان کاجیمون یا همون ولکانومون یه ردی از خودش روی سطح موادمون جا گذاشته اون از بین ببریم، سطح مواد صاف و یک دست بشه که وقتی لاک ژلمون رو اجرا میکنیم روی ناخن خیلی صاف و تمیز قشنگ اصلا یه چیز خیلی تمیزی بهمون بده. خیلی برای دورگیری از سرساهان‌های دیگه هم استفاده میکنن که توی کلیپ‌های بعدی حتما اونا رو معرفی میکنم، راجبشون صحبت میکنیم. اگه سوالی چیزی داشتین هم میتونین برام بنویسین و حتما راجب اونا هم براتون کلیپ میذارم. خب برای استفاده از سرساهان کاغذی ما با استفاده از شکم سرساهان روی سطح موادمون رو کاملا صاف و یک دست میکنیم و با سر سوهان دور موادمون رو کاملا یک دستش میکنیم که هیچ ردی از سرساهان قبلیمون به جا نمونه. و اینکه همینطور که سرساهان رو میچرخونیم دور ناخن زاویه دستمون هم باید کاملا تغییر کنه. زاویهش هم برای دورگیری همون 45 درجه است و نیازی هم نیست که هیچ فشاری بازم وارد کنیم. فشار دست صفر، زاویه 45 درجه یه دورگیری خیلی تمیز و اصولی به همون میده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آموزش و تا آموزش‌های بعدی و ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.